کیف چگونه تکفرون کفر میورزید بالله به الله و کنتم حالان که بودید امواتا مردگانی فاحیاکم پس زنده کرد شما را ثم سپس یمیتکم میراند شما را ثم باز یحییکم زنده میگرداند شما را ثم سپس الیه بسوی او ترجعون بازگردانده میشوید هو الذی او کسی است که خلق آفرید لکم برای شما ما آنچه را فی الارض در زمین است جمیعا همگی ثم آنگاه استوى الی السماء آهنگ کرد آسمان را برابر شد به سوی آسمان فسواهن پس سامان داد آنها را 7 سماوات به صورت 7 آسمان و هو و او بکل به هر شیء چیز علیم داناست و اذ و هنگامی که قال گفت ربک پروردگار تو للملائکت به فرشتگان اینی همانا من جاعل قرار دهنده ام فی الارض در زمین خلیفتا جانشینی را قالوا گفتند اتجعل آیا قرار میدهی فیها در آن من کسی را که یفسد و فساد کند فیها در آن و یسفک و ریزد الدماء خونها را و نحن حالان که ما نسبح تسبیح میکنیم به حمدک با ستایش تو و نقدس و پاکی میورزیم لک برای تو قال گفت اینی یقینا من اعلم میدانم ما چیزی را که لا تعلمون شما نمیدانید و علم و آموخت آدم به آدم الاسماء نامهای اشیا را کلها همگی آنها را ثم سپس عرضهم عرضه داشت آنها را علی الملائکت بر فرشتگان فقال آنگاه گفت انبئونی آگاه کنید مرا به اسماء از نامهای هؤلاء اینان ان کنتم اگر هستید صادقین راستگویان قالوا گفتند سبحانک پاک و منزهی تو لا علم نیست هیچ دانشی لنا برای ما الا ما جز آنچه علمتنا تو آموختی به ما انک یقینا تو انت خود العلیم آن دانای الحکیم سنجیده کاری قال گفت یا آدم ای آدم انبئهم خبر ده آنها را به اسمائهم از نامهایشان فلما پس چون انبئهم آدم علیه السلام خبر داد آنان را به اسمائهم از نامهایشان قال الله گفت الم اقل آیا نگفتم لکم به شما اینی یقینا من اعلم میدانم غایب السماوات نهان آسمان ها والارض و زمین را و اعلم و میدانم ما تبدون آنچه را که آشکار میکنید و ما و آنچه را که کنتم تکتمون پنهان می‌داشتید و اذ قلنا و یاد کن آنگاه که گفتیم للملائکت به فرشتگان اسجدوا سجده کنید لآدم برای آدم فسجدوا پس سجده کردن الا مگر ابلیس ابا سر باز زد و استکبر و تکبر ورزید و کان و شد من الکافرین از کافران و قلنا و گفتیم یا آدم ای آدم
اسکن ساکن شو انت و زوجک تو و همسرت الجنت در این بهشت و کلا و بخورید منها از نعمتهای آن رغدن به فراوانی حیث هر جا که شئتما خواستید ولا تقربا و نزدیک نشوید هذه به این الشجرة درخت فتکونا که می شوید من الظالمین از ستمکاران فازلهما پس لغزانید آن دو را الشیطان و شیطان عنها از آنجا فاخرجهما پس بیرون کرد آن دو را مما کانا از آنچه بودن فیه در آن و قلنا و گفتیم اهبطوا فرود آید به زمین خالی بعضکم برخی از شما لبعض برای برخی دیگری عدو دشمن خواهید بود ولکم و برای شماست فی الارض در زمین مستقر قرارگاه و متاع و بهرمندی الی حین تا مدتی فتلقى پس دریافت کرد آدم من ربه از پروردگارش کلماتی را فتاب سپس الله به مهر بازگشت علیه بر او انه بیگمان او هو التواب خود بسی توبه پذیر الرحیم مهربان است